سلام میکنم خدمت دوستان عزیز و گرامی. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که آموزش رانندگی رو با من و علی داشته باشیم و لایک و سابمی که یادتون نره. بریم سراغ ادامه ویدیو و مرحله اول. مرحله اول اینه که بین این همه ماشین که اینجا پارک شده باید ماشین خودتون رو بتونید پیدا کنید. حالا ما یه نگاهی به این سوژی می‌کنیم، می‌بینیم که خب شبیه 206 تیبای چیزیه، پرایدی. می‌گردیم دنبال یه 206 تیبای پرایدی چیزی. اون 206 مثلا مال من نیست چون سلیقه‌مون می‌دونیم انقدرم بد نیست. مثلا این بر نگاه می‌کنیم می‌بینیم من مواد بدهید. یالا ماشین من اینجا چیکار می‌کنه وسط خیابون؟ چرا؟ چون رانندگی از قبل این ویدیو بلد نبودیم و ماشین رو اینجوری پارکش کردیم. خب ماشین رو که پیدا کردیم اول از همه می‌خواستم ماشین رو به شما معرفی کنم. ایشون امیر مهدی هستن، بهترین های سایپا، چراغ اسپورت و مصرفش خیلی بالاست. رینگ اسپورت، گاو چران و نیترو هم داریم. نیترو اینجا معنی اینم سونوگرافی نمیدونم چی میشه، ما حالا اشتباه کردیم زدیم. عمو حسنم اینجا این گوشه داریم. بله خیلی خوب، یه عکس بگیر ازم. سرشون بخوره ریده بودم. خب دوستان، با اولین کاری که میکنیم میشینیم پشت فرمون و افسر میاد بغل ما میشینه. ماشین قفله، بازش میکنیم. مرسی. خب در رو درست بزن. چقدر با کلاس. خب دوستان، از اونجایی که من اتومات میرونم، خب زانتیا اتومات 4000 سه چرخ میرونم، زیاد به کویک عادت ندارم. وقتی کویک سوار میشی باید عادت کنید دیگه. خب بریم برای مرحله اول. بسم الله. این مرحله ایمن رد کردیم، خدا رو شکر. خدا رو شکر. خب دستی رو میکشی پایین، رفت پایین. بعد ببخشید من به زانتیا سه چرخ عادت دارم، به کویک عادت ندارم. کویک. خب چیکار میکنی؟ اولین کاری که میکنی بسم الله الرحمن الرحیم دندقب میگیری، ولی بار اول ماشین خاموش میشه، من مطمئنم. خب بیا اینجا آروم، خیلی آروم 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 آروم. آینه وقتی اینجا ماشین میخوره اینجوری تق صدا میده، شما دیگه باید وایسید دیگه، اونجا ادامه ندید. تا اونجا ماشین تق صدا میده دیگه ادامه ندید. میاد بک میدی. اوه با کلاس باشه. عالی. بک میدی. ماشین صاف شد. وقتی خورد به جدول شما دیگه باید وایسید. افسر نمره قبولی رو به شما میده. خب میشین اینجا میگه افسر چطور بود فلان، قطعا قبولت نمیکنه. خب میشین اینجا یه زیرمیزی باهاش حساب میکنی، میگی فلان، صحبت میکنی باهاش، میگه اوکی فلان، بعد میبینه میگه فاصلت با جدول اوکی نیست فلان و ما ریدیم، قبول نشدیم و یه دور دیگه ازمون میگیره با زیرمیزی. میگه چی میگم؟ میبینیم دوباره میبینیم ما اصلا راننده نیستیم، قبول نمیشیم. واسه چی الکی باید پول بدیم؟ واسه چی میخوای بری پول کوباینا بدی؟ تو مگه رانندگی بلدی؟ خب ماشین رو خاموش میکنی، پیاده میشی. تو راننده نیستی، تو اصلا رانندگی بلد نیستی. واسه چی میخوای گواهینامه بگیری؟ خب اونجایی که افسر شما رو قبول نکرده و شما رفتید برای هفته بعدی، چون پول دادی عزیز من، الان نزدیک 6 7 تومن پول دادی و باید که گواهینامه را قبول بشوید. و شما برای اینکه بتوانید گواهینامه را قبول بشوید ابتدا چیکار میکنی؟ میایید این بره ماشین باید شما از این در پیاده میشی، از این در که پیاده شدی میای این بره ماشین اینجوری و همین افسر اونجا نشسته. شما چی کار میکنی؟ دست چپ را روی دستگیره قرار میدهی، این شکلی درواز میشه. درواز آموزش باز کردن در. میشینی پای چپ در را میبندی. بله.
به افسر میگی سلام خسته نباشید. باید بحث را انجام بدی. چک میکنی. چیکار میکنی؟ دنده رو میمالی. با اجازه روشن کنم؟ میگه نه. میگی باش. از ماشین میای بیرون به میگی خداحافظ، ما میریم هفته بعدی برمیگردیم. بعد شما هفته سوم برمیگردی، ماشین تو همین سیس وایساده، افسر هم همونجا نشسته خوش شده. برمیگردی ماشین، در رو میبندی. سلام خسته نباشید. مالش، دنده، مالش. با اجازهتون روشن کنم؟ میگه آره. 3 ثانیه وای میسی. استارتو که میزنی میگه آفرین پسر. شما کمربند خود را میبندی. کمربند تو که بستی میگی با اجازهتون برم 1. میگه برو. شما یه 2 میزنی، بعد میزنی 1. چرا؟ برای اینکه بیشتر بتونی به ما، یعنی بهتر جا بره. ترمز دستی پایین و شروع به حرکت میکنی. اونجایی که شما از پدرت رانندگی یاد گرفتی، افسر سکته میکنه و وقتی افسر سکته میکنه شما قبولی. برگر رو برمیداری روز خودت امضاتو میزنی، مهرت هم میزنی، پلاستیک داره میاد خفه شدم. بعد شما فوراً فرار میکنی. چرا؟ چون افسر سکته کرده و تو اونجایی که رانندگی از بابات یاد گرفته بودی بهترین راننده جهان میشی. و ادامهش با خب دوستان بیایید با آموزش‌های دیگر و بیشتر بیاید اینجا. وارد ماشین میشی، نه ترسین، دست خر نیست، این دنده است. یو نترسی، آروم دستیو میکشی، ترمزو نگه میداری، ماشین سربالایی نره دنده عقب. خب آروم کلاج میگیری. از اونجایی که من مطمئنم شما خاموش میکنید، آروم باید گاز بدی، آروم ماشین حرکت کنه، ماشین حرکت کنه، ماشین حرکت کنه، ماشین حرکت کنه. و برای تو چه فرقی میکنه؟ تو ماشین بابا تو سوار میشی ها، تو پول داری، مهم نیست. حالا با هم همراه باشیم. خب آروم گاز میدی، گاز میدی، گاز میدی، گاز میدی، ای ماشین خاموش شد. اونجاست که افسر میگه سهتر، بعد دوباره بده یه فرصت دیگه میده. بعد تو اینجوری میکنی، دست خر. بابا کلاجو درست ول کن. اینجا یه نفر رفیق دارم اینجوری ماشین اینجوری میکنه. خب لاشی کلاجو ول کن، ماشین باید حرکت کنه اینجوری. میلاد قربانی همینجوری. خب لاشی اینجوری گاز بده برو دیگه بابا. پلش نباش، رانندگی ساده است به شرطی که خودتون خر نباشید. خب آروم ریلکس ریلکس ریلکس. اینجا رو میای یه نیش ترمز میزنی. الان مثلا یه نفر دیگه بود اینو میزد مستقیم تو کویک، تو باید دنده عقب بگیری. اسکل نباش، خر نباش. خب آروم آروم خیلی آروم، راحت. ببین زندگی آسونه، تو داری سختش میگیری. سوسماس بذار اینجا رو. سوسماس گلمون yarası. سوسماس. آروم راحت و ریلکس گاز میدی، گاز میدی. بعد جوگیر نشی، راننده جوگیر نباشی مثل من اینجوری. لاشی ماشین من رو گرفته، در گوی دلش میخواد باش میخوره. میلاد قربانی برنج با آی دهن سرویس. دوستان کویک ماشین خوبیه، کویک بسیار ماشین خوبیه و پیشنهاد میکنم واسهتون ماشین رو نکن. بهتر از زانتیای سه چرخ 4006 سیلنده.
راحت کویک ماشین خیلی زیبا، نرم، شتاب بالا، به شرطی که خودتون خر نباشید. آدم با خرم میرونه. همین. زندگی ساده است، تو سختش میگیری. راحت. بعد پیاده میشی، باباتو میبینی، میگه بیا اینجا. میشه تو میگیره اینجوری پستو محکم میزنه، میگه سیکتیر کن، سیکتیر کن. بابات ماشینو میگیره اینجوری، میگه دیگه بهت ماشین نمیدم، خداحافظ. میگه خداحافظ، آروم و راحت. باباها آروم اینجوری میدونن، باباها اینجوری مثل شما جوگیر نیستن، آروم. پیشنهاد میکنم کویک ماشین بسیار زیبا، کویک بسیار جذاب و از آموزش‌های ما بسیار دیده بازی داشته باشید و یاد بگیرید این چیزا رو. اسکل پلش نباشید. راحت. کویک هم ماشین جذاب، کویک بسیار زیبا، مثل این میمونه قیافه. لات بمیر. میلاد قربانی ارنج با راحت. پلش نباشید، گواهینامه‌تون رو بگیرید. خدا نگهدار. خیلی خوب، به ته ویدیو رسیدیم و امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و بتونید استفاده کافی رو از گواهینامه گرفتن ما و گواهینامه گرفتن خودتون انجام بدید. این ماشین هم که می‌بینید اینجا یه ذره اینجاش کثیف شده، یه ذره کثیف شده بود. آره داشتم میگفتم خلاصه که با دمپایی پشت فرمون نشینید هیچ وقت و این کویک کلا برید که داشته باشید. سامورایی لات بمیری. لایک و ساب هم که یادتون نره، از من بگیر بابا، من معروف کردی ماشین. لایک و ساب هم که یادتون نره، همه چی هم که میزون کویک بخرید. چه کویک بخرید. کویک